استاد نخست پرسیدنی بودم که همین ایده تهیه همین گونه برنامه ضد بحرانی برای حکومت از کجا سر زد؟ یعنی این سفارش پژوهشگاه بود یا که اقدام خودتان؟ این سفارشی پرزیدیوم اکادمی علوم تاجیکستان بود. اما این یک چیز طبیعی است. ما میدونستیم که همین گونه سفارش میشد زیرا وضعیت خیلی مرکب است. در نتیجه بحرانی که در روسیه سر زده است، دو حالت خیلی سنگین به وجود آمد که اونها به همدیگر ترکیبا وابسته می باشند. یکم خیلی به پایان فرامدنی مزد کاری ریالی مردکاران تاجیک با سبب بی‌قرب شدن هر قدر پولی روسی بی‌قرب شود، همین قدر فرقیت بین مزد کار نمینالی، یعنی اون مزد کار به دست میگیرند در شکل روبل روسی و مزد کاری ریالی زیادتر می شود، فرقیت زیادتر می شود. با باوری تان گفته می توانیم که اگر نسبت به همین دوره سالی گذشته، یعنی در دوام یک سال، اگر قربی روبل روسی 71-72% کم شده باشد تو همین روز، این معنی دارد که مزد کاری ریالی مردکاران تاجیک در همین اندازه، یعنی در سطح 70-71-72% کم می شود. این ضربه خیلی کلانی است به بودجه خانواده‌های تاجیک. چه معنی دارد؟ معنی دارد که اونها یا پول نمیفرستانند، زیرا اون مبلغی که در دست میگیرند مثلا 29% باقی مانده فقط برای خورد و خوراک آنها، برای اجاره پولی، اجاره خانه میرسید و خلاص. یا اینکه اگر پول فرستن به تاجیکستان با یک مبلغ ناچیز میفرستانند. از این نقطه نظر احتمال 2-3 مراتبه اون مبلغ‌هایی که از روسیه به تاجیکستان می‌آید کم شود. در اینجا امروز باید در نظر داشت که عائله‌های تاجیک کوشش میکنند که این مزد خیلی کم شده سرداران عائله ها، فرزندان آنها که در روسیه هستند، ما رو بیشتر برای خرید مواد غذا، همون برای خرید موادی که نسبتاً ارزانتر است و خیلی ضرور است استفاده برند. این یک جهتی وضعی که در روسیه به وجود آمده است و تاثیر آن به تاجیکستان. جهت دیگرش همین است که در روسیه طرف بیشتر قسم زیادی مردکاران بیکار هم میمانند. من تجربه بحران‌های منطقوی و بحران‌های عمومی جهان نشان می‌دهد که این بحران منطقوی است. نشان می‌دهد که پیش از همه ضربه بحران به ساحه ساختمان میرسد. به ساحه ساختمان. زیرا در خود روسیه هم مزد کار مردم به همین اندازه کم می شود و این مردم نمی توانند که خانه خرند، نمی توانند که گراژ خرند، نمی توانند که مثلا به خارج کشور برای دمگیری روند و غیره. و خود شما می دانید که مثلا به مراتب ها شماره توریستانی که به خارج
برای استراحت می‌کردن کم شد. حالا کم شد. امشب در تلویزیون هم این چیز رو خیلی مفصل نشان دادن. و در اونجا مردم کوشش میکنند که همون پیشتن برای قوت لایموت استفاده برند موزیکا. اما ساختمان ضربه خیلی این با کم شدن حجم ساختمان وارد میرسند، زیرا خریدار پیدا نمیشود. وقتی خریدار پیدا نشد همین دوره یعنی سیکل تکراری 3 سال رخنه میگردد. و همینطور پیش از آن کارگران ساختمان رو آزاد میکنند از کار یا تو یک مهلت نامعین اعلام میکنند که ما به شما کار داده نمیتوانیم. تاجیکان باشند بیش از 70% مردم تاجیک که در روسیه هستند در همین ساحه کار میکنند، در ساختمان کار میکنند. یعنی تاجیکان بیشتر بیکار میمانند نسبت به نماینده‌های دیگر ملت‌ها، تاجیکان و ازبک‌های قرغیزها که در ساختمان هستند. البته آنها حالا این مردم حتی مردمی که از کار آزاد شدن آنها انتظاری دارند که احتمال باز از نو وضع روبل روسی بهتر می شود. لیکن من اخیر دارم که تمام سال 2015 این دوره پایان روی رشد مجموعی محصولات داخلی روسیه است. رشد خاراکتری نگاتیو پیدا میکند. یعنی با بالا نمیرود ولی با پایین میرود. اگر این وضعیت یک سال مینیمم یک سال دوام خواهد کرد، در این باره کارشناسان روسیه چنین میگویند، کارشناسان خارجی هم چنین میگویند. و این مردکاران ما که بیکار ماندن آنها را مجبور میکنند که به قفا یعنی به تاجیکستان برگردند. یعنی این طرف دومی اون ضربه است که بحران روسیه به تاجیکستان میرساند. برای همین هم در حکومت هم این چیز رو میفهمند، خصوصا در مسائل تحقیقاتی اقتصادی حسابات میدهند برای خودشان که وضع مرکب میشد و یگان چاره باید دید. زیرا ما تکلیف‌های خود را در شکل یک برنامه و رهبری اکادمی علوم تاجیکستان پیشنهاد کردیم. استاد این برنامه که ذکر کرده مثلا چقدر حجم دارد و در ترکیبش چی بندها دارد؟ در آنجا ما اصلا قسمی اولی برنامه که وضع اقتصادی را به آمیدن و ایران را کم کردیم. برنامه اساساً از تکلیف‌های عبارت است. تکلیف مشخص نیست. تکلیف مشخص که باید در شکل چهاربینی‌ها عملی گردند. اونها رو ما نوشتیم، تقریبا اونها از 23-24 از خاطرم تمام برآمد پونکت عبارت میباشند و سخن درباره هم تغییرات‌های مکر اقتصادی می‌رود، هم درباره تکلیف‌های میزه اقتصادی می‌رود، هم سخن درباره تکلیف‌های میکرو اقتصادی می‌رود. و انشاءالله این تکلیف‌های ما به حکومت و به پارلمان خواهد رسید. من به این باور دارم و برای ترتیب دادن یک برنامه کلان پیشگیری کردن بحران یا کم کردن تاثیر بحران روسیه و تاجیکستان یک سعی خواهد شد. استاد به هر حال میشد یک چند تکلیفتون رو یادآور شد اینجا که مثلا از چه عبارت است؟ مثلا من عقیده دارم و در آنجا هم این را نوشتیم، نمیدونم که این تکلیف قبول خواهد شد یا نه. ما تکلیف کردیم که پیشنهاد پرزیدنت یک وضع فوق‌العاده اقتصادی اعلام کند و در دایره همین وضع یک حکومت نو به وجود آید که اساساً از تکنوکرات‌ها عبارت باشد. یعنی شخصان خیلی نه تنها با نفوذ و با آبرو بلکه شخصانی باشند که دانش‌های خیلی خوبی اقتصادی و تکنولوژی داشته باشند.
онҳо қобилияти ташкилотчигӣ дошта бошанд ва ҳамин таъсири буҳронро ҳам дар сатҳи мамлакат, ҳам дар сатҳи соҳаҳо, ҳам дар сатҳи ноҳияҳо, вилоятҳо, дар сатҳи деҳаҳо, маҳаллаҳо хуб фаҳмида тавонанд. донанд ки масалан дар як маҳаллае ки дар шаҳр аст, дар ҳамон ҷо ҳамин буҳроне ки аз русия меояд, шамоле ки аз русия меояд, он чӣ гуна нақше хоҳад гузошт, яъне нақши манфӣ. ва мувофиқа ин бояд онҳо кор карда тавонанд. дар он шакле ки имрӯз ҳукумати мо дорад, ҳукуматҳои маҳаллӣ, онҳо азода ин кор баромада наметавонанд. барои ҳамин вазъи фавқулоддаи иқтисодӣ ва хеле тағйир додани ҳукумат, хусусан блоки иқтисодӣ. сухан на танҳо дар бораи вазир меравад, сухан дар бораи муовини якум, муовини дуюм ва ғайра, сухан дар бораи сардорони департаментҳо меравад, сардорони шӯъбаҳо меравад, дар бораи он касоне меравад ки аз уҳдаи қабул кардани ин ё қарори зидди буҳронӣ баромада метавонанд. ин аз назари ин маънои пешгирӣ кардани буҳроне ки ба Тоҷикистон ҳуҷум мекунад аз назари сармояи инсонӣ мебошад. баъд мо дар он ҷо таклиф аст дар бораи тағйир додани самтҳои асосии сиёсати иқтисодӣ, сиёсати саноатӣ, сиёсати кишоварзӣ, сиёсати тиҷорати берунӣ, сиёсати минтақавӣ ва ғайра. дар он ҷо ин чизҳо акси худро ёфтанд. эҳтимол рӯзои наздик шуморо бо чашми худ бинед, агар набинед боз муроҷиат мекунед. баъд аз рӯзои истироҳат албатта мо кӯшиш мекунем ки шуморо бо ин чорабиниҳо шинос кунем. яке аз ва ҳамин чорабиниҳо ба ду гурӯҳ ҷудо карда шуданд, яъне гурӯҳбандӣ карда шуданд. гурӯҳи якум чораҳои фаврӣ, гурӯҳи дуюм чораҳое ки хусусияти миёнамуҳлат доранд, масалан 1 сол дар бар мероянд, 2 сол дар бар мероянд, яъне ду гурӯҳи чорабиниҳо. ва албатта он чизе ки ман ба шумо гуфтам ин чораҳои фаврӣ мебошад. дар ин ҷо албатта мо дар бораи сиёсат вақте ки сиёсати иқтисод гап зем, ин ҷо мо масъала гузоштем дар бораи суботкорона амалӣ гардонидани сиёсати табодули воридот. ин маъноро дорад ки мо ҳамон корхона ки ҳоло вуҷуд доранд ва кор намекунанд ё кор мекунанд, аммо сатҳи истифодабарии иқтидорҳои онҳо хеле паст мебошад, онҳоро ба кор андохтан дар кор аст. ин маъноро дорад ки Тоҷикистон ҳамаи он чизе ки барои тавлиди он баъзе хеле хуб ва самараноки ашёи хом вуҷуд дорад, онро дар Тоҷикистон тавлид кунад, яъне аз хориҷи кишвар набиёрад. агар ҳоло шумо ба рафъҳои мағозаҳои шаҳрҳо ва деҳоти Тоҷикистон назар андозед, дар он ҷо мебинед ки беш аз 70% маводи истеъмоли мардум маводе аст ки дар Чин тавлид карда шудааст. яъне ҳар сол миллиардҳо доллар аз ин ҷо, ҳамон долларҳое ки аз Русия мебиёянд, баъди баъзе тағйиротҳо ба шакли доллар медоранд, ба шакли евро медоранд ва мераванд ба Чин. яъне мо корхонаи санъати мо ки ҳамин гуна маводро тавлид мекунанд бекор истоданд, аммо корхонаҳои Чин аз ин пуле ки аз Тоҷикистон меравад, бо ёрии ин пулҳо онҳо гул мешукуфанд
یعنی در نشون اما هستند و این یک پارادوکس است. البته ما باید کوشش میکردیم که آن پولایی که از روسیه بیایند بعد از بعضی گردشی که در داخل مملکت می شود، مثلا از روبل و دلار به سومنی تبدیل می یابند، بعد از سومنی باز به دلار تبدیل می یابند. همین پولها رو ما باید کوشش میکردیم که آن برای رشد صنعت تاجیکستان، برای رشد منبعی کشاورزی تاجیکستان، برای بهبودی بودجه تاجیکستان روانه کرده میشد. متاسفانه این طور نشد، زیرا سیاست نادرست بود، زیرا سیاستداران ما نصیحت‌های بانک عمومی جهانی، خزینه بین‌المللی اسعار که آنها رو من دوست تاجیکستان گفته نمیتوانم، به نصیحت‌های آنها گوش میکردم. برای چه گوش میکردم؟ برای اینکه سواد نداشتند. و حالا وقتی ما رسیده است که ما در یک مدت کوتاه استراتژی رشد ساحه‌های تبادل واردات را تبدیل دهیم و آن را ثباتکارانه عملی گردانیم. بغیر از این اینجا البته این ما باید به بعضی پهلوهای استرکتوری هم ترکیبی باید دقت دهیم. مثلا کوشش کنیم که در نوبت اول کارخانه‌هایی که خصوصیتی مهنت طلبی دارند آنها به کار انداخته شوند. و البته برای از دفع کردن بعضی مادیات خصوصا تجهیزات این کارخانه که حالا کهنه است و سطح فرسوده شدهش بلند است و توسط آنها مواد رقابت پذیر استحصال کردن امر محال است. باید آنها را ما دیگر کنیم. باید برای بلند برداشتن اختصاصی مردمی که با این تجهیزات نو کار میکنند یک چاره‌ها اندیشه. اینجا البته چاره خیلی زیاد وجود دارند، اما این کار رو کردن ممکن است. در تاجیکستان کارخانه خیلی زیاد حالا کار نمیکنند، کارخانه خصوصا به استحصال اشیاء استعمالی مشغول هستند. باید آنها رو به کار انداخت. این باید ما کوشش کنیم که همین سال میامدگی حاصلناکی زمین، حاصل خیزی، حاصلناکی باغ‌ها، انگورزارها، علفزارها و چراگاه‌های زمستانی تابستانی خیلی بلند شود. نه تنها اون بلند نه، خیلی بلند شود. مثلا کوشش کردن در کار است که در ساحه مثلا فرض کنیم زراعتکاری از 1 هکتار از 40 تا 50 سنتر گندم گرفته توانیم، از 400 تا 600 سنتر کارتوشک گرفته توانیم، از 30 تا 40 سنتر پخته یا پنبه گرفته توانیم، تا 100 سنتر یا از این هم زیاد 100 120 150 سنتر حتی دانه جواری گرفته توانیم، از 70 تا 100 سنتر برنج گرفته توانیم، شالی گرفته توانیم و غیره. اما برای این باید تمام زمستانی که در پیش ایستاده است کار باید کرد. باید در نزد حکومت‌های محلی یک شورای متخصصان کشاورزی باید ساخت. به این مردم مزدکار خوب تعیین باید کرد. آنجا باید اگرونوم‌ها، انتومولوگ‌ها، زوتکنیک‌ها، دکترهای مال، گیدروتکنیک‌ها و غیره و غیره باید جمع شوند و کوشش کنند که حاصلی که امسال میآید از روزهای اولی گذاشتن اساس برای حاصل بلند آنها شورناکانه در اساس معیارهای علمی این کار درست روانه کرده شود. باید تمام خواجگی‌ها خرد دهقانی در اساسیاسی‌ها یکجا کرده شوند. در همون سطح کنسنتراسیون استحصالات به همون سطحی که مثلا یک وقتا ما داشتیم کلخوز سبود نزدیک کرده شد که برای استفاده تکنیکی کلام، برای استفاده پروهای نوری‌های مینرالی، نوری‌های معدنی، پروهای ارگانیکی و غیره مساعدت کند. و خیلی مهم است که خواجگی یا رسانه از همدیگه به کار درآید.
باید همان اگرانام ها، همان زوتکنیک ها، همان انتیمولوگ ها اونا کوشش کنند که خوجگی یا رسانیز در خطور زمین های اساسیاتی و خوجگی دهقانی حاصل بلند داده توانند. حالا در اونجا البته من یک چند مرد در اینجا گفتم کسری گالندی است، اینها با کسری گالندی چکار شدن مردمی که زیاد یکمش مردان هستند در روسیه هستند، دویم موسفیدها، کمپیرها، خانم ها که دو سه یا زیاد کودک دارند، آنها اصلا کوشش کنند که از بازار همین نمودهایی که در آنجا پرورشکاران ممکن باشد آنها را نخرند و سبزوات و میوه را کاملا از حساب بلند برشون اسناکی مهنتی اسناکی زمین و اسناکی مهنت در دایره خواجگی یک یا رسان گرفته توانند. این کار اگر حاکمیت محلی خیلی خوب کار کند، اگر حاکمیت محلی به جمع کردن پول و از غمخوری کیسه‌اش خودداری کند و اندیشه بهبودی مردم ما را بیند، اندیشه آینده ملت را بیند، باید آنها البته به این کار مشغول شدند و همین خیلی کنند که خواجگی یا رسان اقلا تو 50% محصولات می کشاورزی رو داده توانند، چون نیرو در خواجگی نزد حولگی وجود دارد، زیرا این خواجگی برتری زیادی هم دارد نسبت به مثلا خواجگی دهقانی که از نزد خانه‌های دهقانان خیلی دور جایگیر شدند. استاد جان دو سوال کوتاه دیگه دارم، دیگر وقتی زیادتون نمیگیرم. ما سال 2008-2009 یک تجربه یک بحران مالیوی هم داشتیم و اون زمان هم شما در حالتون باشد یک پیشنهاد به همین مانند داشته. تا کجا همین پیشنهادهای حکومت قبول کرد و عموما اگر این بحرانی که حالا ما در روبروش قرار داریم با اون بحران قیاس کنیم مشتبه کدامش کلانتر است؟ یعنی این سخت‌تر است یا که اونو که ما از پس سر کردیم؟ اون بحرانی که سال 2008-2009 روی داد و حالا همون بحران دوام دارد در است. حالا اقتصاد جهانی از همون بحران درست نبرآمده است. البته وضعیت بهتر شد اما نبرآمده است. اون بحران جهانی مالیوی اقتصادی بود. این بحران هم بحران مالیوی اقتصادی است. اما اون بحران جهانی بود، این بحران منطقوی است. این بحران تنها در منطقه دولت‌های مشترک المنافع روی داد.